تصمیم گرفتم چیزی یاد نخرم به پسر چینی گفتم بعد برگشتم کار بقیه پول برمیگردم به پولم ببون بده. اون یه بادام زمینی گرفتم، باید این آلو خوش گرفتم، توت فرنگی خوش گرفتم. باشه این خیلی ترند شده توی تیک تاک، بهش میگن لاوشوس همچین چیزی، یه چیزی مثل از آرد درست شده، بس سرخش میکنن یه چقدر چربه و تنده. یکی این گرفتم، یه مدلشم اینجوریش گرفتم. بعد دیگه این هم فکر کنم چیزه فرنگیه دوباره باز داره خوش شده. اینو این مدلی توی چیز نداریم، تو کره نداریم، این با طعم میگوی تنده همچین چیزی. اینم باعث بشه یه لواشک، دو لواشک، 3 لواشک گرفتم، بعد دیگه توش نبود که بردارم. اینو هم دوباره تو فرنگی برداشتم.